خواهرم تو با یک مرد ازدواج میکنی، نه با همه مردان. یا الکی با یک مرد ازدواج کرده ای، پس چرا برای همه مردان خود را زینت میدهی؟ با لباس های تنگ و نیم برهنه و جذاب به بیرون میبرایی، حال آن که در بیرون تو را مردان فاسق چشمچران می نگرند، نه شوهرت. زیباگی های تو تنها برای شوهرت می باشد، نه برای همه مردان کوچه. خواهرم، تو از در و یاقوت و مروارید و دیگر سنگهای قیمت بها با ارزش تر هستی که آنها از چشم مردم پوشیده و نایاب هستند. پس چرا خود را به مثل سنگهای سر راه زیر پا و بی ارزش می کنی؟ خداوند به تو فرمان می دهد که زیباگی هایت را تنها برای شوهرت نشان بده، نه برای همه مردان. خداوند می فرماید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، و زنان زیباگی هایشان را آشکار نکنند، نشان ندهند مگر برای شوهرانشان. صدق الله العظیم. پس چرا به این امر پروردگار عالمیان نافرمانی می کنی؟ سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر. دین حق را هدیه آورد سوی ما،